سعدی خودش مدال میندازه. نه اول بگیر هاش خانم بزرگترن ایشون بردارن. نه تو برو اونجا، نه برو جلو فلانی بگیر، نه ما اینجوریم یعنی روانی. سلام بچه ها، امروز یه سری پک میم ایرانی داریم که خواستم باشون ریاکت کنم با شما. So let's go. Alright، اولین عکس. این عکس رو یه مدت تو کتابای درسی ایران چاپ کردن، بعد فهمیدن قضیه رو. اوکی، میدونی چیه این؟ یه زوج باید باشه، یه زوج چی میگم، یه ماده باید باشه، یه نر باید باشه، بعد این شیرا دوتاشون شیر نرن. فکر کنم برای اینه. فقط اینه، بقیه رو که نمیدونم، ولی شیرا تابلوه که دوتا شیر نره. So they're gay I guess. I don't know. بچه گی بودن از این موقع شروع شده. نکته سلامتی امروز گفته چی؟ دکتری که در آینده قراره بری پیشش احتمالاً توی تمامی کلاس‌های آنلاینش تقریب کرده و چیزی یاد نگرفته، پس بهتره بیشتر مراقب سلامتیت باشید. That's true though. آره، ولی همه اینجوری نیستن obviously. همه اینطوری نیستن، ولی راست میگه. الان موقعی که AI هست، AI، چت جی پی تی، دانشجوها 100% تنبل میشن، مگه اینکه علاقه داشته باشن. میدونین، مگه اینکه علاقه داشته باشن، ولی خب بخوای نخوای تو استفاده میکنی، تو کمک میگیری. حالا کمک گرفتن خوبه، ولی اینکه همه کارو تو انجام بده نه. من یادم موقع کرونا کلاسامو که آنلاین برداشته بودم، مثلا خواب بودم موقع کلاسا، همش خواب بودم. خیلی خوش گذشت. این هم اینجوری فرق نداره، این هم دانشجویان دیگه، چه فرقی داره؟ تازه الان که موقع AI و چت جی پی تی بدتر هم هست. بیشتر مراقب سلامتیتون باشید، چون you'll be gone. استارتر پک بلاگر ایرانی. یه بلاگر ایرانی باید چی داشته باشه؟ پک اولیش اینجاست. قهوه خوردن رو جالب میدونه. قهوه. بچه من هر صبح قهوه میخورم. هر صبح با ستارباکس شروع میکنم. از این قابا داره. You can totally do this. مثلا از این قابای مثلا انگیزشی که تو میتونی، به خود اعتماد داشته باش. آره. بر اساس رنگ جلد کتاب، بر اساس رنگ جلد کتاب میخره و با اتاق ست میکنه. خب قشنگه، چه اشکالی داره؟ نه it's fine. من دوست دارم. حاضر برای فالوور حاملشه، همیشه سرش تو گوشیه. آره، بعضیا واقعا زندگیشون رو ممکنه مثلا خراب بکنن فقط واسه اینکه you know معروف شن I guess. آره راست میگه. من بیشتر کسایی که دیدم، نه فقط ایرانی، خارجی هم ماشون اینجوریه. I don't know why. قشنگه ولی it's good. فکر میکنه مراقبت از کاکتوس کار خفنیه. اینو زیاد دیدم. خدایی اینو خیلی دیدم. راست میگه، انگار جز پکشونه به جوره. اولین حرکت دخترها بعد از اینکه تصمیم میگیرن روند زندگیشون رو تغییر بدن و به دیگه اون آدم قبلی نباشن. راستش رنگ کردن مو رو داره میگه. من واقعا اینو درک نکردم، یعنی تا حالا هیچ کاری با موام نکردم. مثلا اگه تصمیمی دو زندگی میگیرم و اینا یا اتفاقی برام میفته، هیچ وقت نه موامو کوتاه میکنم نه رنگشو میکنم، چون به شدت به موی بلند علاقه دارم و این کارو بکنم خیلی بدتر اصلا خراب میشه، بدتر ناراحت افسرده میشم، روانی میشم و ببرم تیمارستان. So no, it's not for me. برای من نه. سعدی گفته قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن. چه خودش تعریف کرد.
نوشابه برای خودش باز کرد. سعدی خودش مدال میندازه. that's good. آره برای خودش نوشابه باز کرد سعدی. خودش تعریف کرد. سعدی گفته چی؟ مامانم اول بگیم مهمونا بردارن چاییو داره میگه. مهمونا اول بگیر هاش خانم بزرگترن ایشون بردارن و تو دوباره این انیما هست. خب چرا اینجوری میکنی؟ چرا واقعا زشته بابا. اونم بچه هست شخصیت داره برای خودش همش دم به دقیقه. نه تو برو اونجا، نه برو جلو فلانی بگیر، نه ما اینجوریم. یعنی روانی ها هست. گفته وقتی به زنها میگی لیزو زن الهام بخش قوی و دوستش داری خوشحالن. وقتی به زنها میگی شبیه لیزو هستن. عکس لیزو رو براتون میذارم. خب زشت نیست لیزو فقط چاقه. خب قرار است همه مانکن باشن و لاغر باشن، ولی یه چیزی هست که خیلی دیدم، خیلی میبینم، یعنی راست میگه. اگه واقعا فکر میکنی اون واقعا طرف زیباه، چون دیدم مثلا میگن وای تو چقدر خوشگلی، تو فلانی، کامنت ها رو دارم میگم. بعد مثلا به طرف بگی شبیه مثلا اونی، میگه چی؟ مثلا معلوم از ته قلبش نیست. خب چرا از کسی تعریف میکنی وقتی سلیقت هم نیست؟ right؟ دروغ بده، تعریف خوبه، اعتماد به نفس دادن بگیری خوبه به نظرم، ولی دروغ نه. اگه سلیقت چاق نیست دیگه، چرا ادا در میاری؟ چاق دوست ندارم، به نظرم چاق زیبا نیست، یا به نظرم چه میدونم حالت نرمال زیبا نیست، چاق خوبه، حالا هرچی، ولی ادا در نباید بیاری. بعدی چقدر تو ساکتی، کاش تو هم بودی. right راست میگه. مثلا دیدی بعضیا میگن چقدر ساکتی، یا مثلا چقدر دخترتون ساکته. shut the fuck up bro، خفه شو لطفا please. تو هم ساکت شو، بیا با هم ساکت شی. مثلا اگه ساکتم لابد خوشم ازت نمیاد، لابد دوست ندارم قیافتو ببینم. شاید به خاطر بقیه دارم تو رو تحمل میکنم، واسه این ساکتم. اوکی so مطمئنم شما تو این شرایط گیر کردین. گفته که خانواده‌اش اگه دانشگاه تهران قبول میشد. بنر چیه؟ الهه صداقتی، چقدرم کیفیتش بده. حقوق دانشگاه پیام نور سومه سرا دانشگاه سومه سرا. حقوق دانشگاه پیام نور قبول شده، براش 2 بنر زدن. good for you، خوش به حالش واقعا. اگه دانشگاه تهران قبول میشد. جیزس داره نگاه میکنه، منو جهنمی نکنید. یکی که اینجوریش کنم خواهش میکنم please. یعنی چی اینجوریش کنم؟ مگه سگ هاری چیزی هستی؟ چه کاری هستن؟ اصلا چرا باید یکی رو گاز بگیری واقعا؟ اصلا کسی که این کار میکنن درک نمیکنم، خیلی به نظرم حرکت مسخره‌ایه. چرا باید کسی گاز بگیری؟ این کار نکنید واقعا. چی الان نابودش کرده، مطمئنم جاش میمونه. چیه؟ وقتی توی مهمونی میخوان پذیرایی کنن و تو باید یه جوری وانمود کنی انگار حواست نیست. آره دیگه، نمیشه زل بزنی به طرف داره کلفتی تو بکن زن نشستی و طرف داره خموراست میشه، بعد تو اینجوری میوه چیه؟ موز دارن. That's good. پس که چایی میاره. خب بعد خودتو بزنی به اون راه. وقتی میری بهزیستی تا کودک بی سرپرست فرزند خونه‌ای قبول کنی و مددکارای اونجا بهت میگن ماشاءالله چقدر بزرگ شده. تا بگی wait a minute wait what؟ یعنی تو هم جزشون بودی قبلا. اون موقع است که تازه حقیقت زندگی تو میفهمی. قفه شرک گفته این میتونیم من و تو باشیم ولی تو تتو مینیمال دوست داشتی. چقدرم خوشحالن، مثلا خوشحال که قیافه‌اشون رو نمیگم کل
لباس خوشحالن که اینا رو گذاشت. خب بچه ها میما رو دیدیم، خیلی باحال بودن. اگه اینجا ویدیو رو دوست دارین لایک و کامنت یادتون نره and don't forget to subscribe کنید and yeah continue 8 7 6 5 4